سلام خدمت بینندگان عزیز. این اولین برنامه‌ای هستش که من دارم ضبط میکنم و امیدوارم که خوشتون بیاد و منو سابسکرایب داشته باشید و منم بتونم اطلاعات خوبی به شما بدم. امروز میخوام در مورد طلا و رنگ‌هایی که طلا داره صحبت بکنم و در جلسات بعد حتی اگر علاقه داشته باشید میتونم در مورد نوع ساختارش به شما توضیح بدم که این رنگ ها چجوری ساخته میشه و در برنامه‌های بعدی در مورد اینکه چه طلایی برای استفاده روزمره خوب هست و چه طلایی برای اینکه شما بتونید جمع بکنید و بتونید اندوخته ای رو پس انداز بکنید خوب هست. و همچنین در مورد خرید و فروشش به شما اطلاعاتی بدم. خب تقریبا من توی ایران 12 سال سابقه طلا و طلا فروش و طلا سازی دارم. توی آلمان هم از مدتی که اینجا هستم دوره‌های طلا سازی رو گذروندم، خرید فروش و اگر بشه اطلاعاتی برای هر دو کشور بهتون میدم که چجوری بخرید چجوری بفروشید. حالا توی آلمان هم اطلاعاتی رو که دارم سعی میکنم بهتون بدم. خب رنگ بندی طلا. خب طلای زرد هستش که شما همه طلای زرد رو میشناسید و سعی میکنم در برنامه بعد نوع ساختارش رو بهتون بگم که چجوری رنگش کم و زیاد میشه، چجوری بیشتر زرد میشه، چجوری به رنگ سبز میتونیم نزدیکترش بکنیم و نوع رنگ هایی که طلا داره. طلای زرد رو که همه میشناسیم و خود طلا هم که از کوه در میاد یا از تو زمین استخراج میکنن همون طلای زرد رنگ هست که شما همه میدیدید، همه دیدید حتی توی فیلم ها. و طلای سفید هست که بیشتر در جواهرات استفاده میشه و سنگ های قیمتی رو روش استفاده میکنن، سنگ های رنگی و بریلیان که تراش هست، الماس، خود سنگ معمولا الماس میگن و بریلیان نوعی تراش هستش. و طلای روز گلد که قرمز رنگ هست، حالا کم رنگ و پررنگ‌تر میشه بسته به آلیاژش. طلای آبی رنگ هست که طلای آبی رنگ معمولا توی آزمایشگاه تولید میشه، مصرفی که بیرون زیاد داشته باشه خیلی کم هستش، برای اینکه با آهن‌های دو ظرفیتی تولید میشه و نوع ساختش خیلی سخت هست. و طلای سبز رنگ، شاید طلای سبز رو جایی دیده باشید ولی خیلی کم تولید میشه طلای سبز. ولی رنگ هایی که در کل طلا داره همین چند رنگ هست، به خاطر اینکه طلا کلا با هر چیزی ترکیب نمیشه، خیلی سخت میشه ترکیبش کرد. و اینکه در مورد عیارش میتونم براتون الان باز توضیح بدم که عیارها هست. طلایی که از معدن خارج میشه میاد بیرون 999 هستش که همون 1000 یا که خالص ترینه که نرم هست، و طلای 916 هستش که 22 عیار هست. دوباره طلای 835 هستش که میشه 20 عیار. دوباره 750 هستش که میشه 18 عیار و 585 هستش که میشه طلای 14 که میشه تو اروپا استفاده میشه. طلای 333 که همون 9 عیار میشه. توی اروپا به خاطر هزینه ها و اینکه مردم خیلی کم میخرن، به خاطر گرونی که هستش و طلا فلز گرونبهایی هست تو اروپا و کل جهان، بیشتر طلای عیار پایین استفاده میشه. امیدوارم که از این برنامه من خوشتون بیاد. اگر کم و کسری داشت به خاطر اینکه اولین ویدیویی هست که من دارم آپلود میکنم و اینکه تجربه کمی در این زمینه ویدیو ساختن دارم، به بزرگی خودتون ببخشید و سعی میکنم در برنامه‌های بعد بهتر و بهتر باشم. اگر سوالی داشتید در زمینه طلا یا کارهایی که بعد توضیح میدم، اطلاعاتی خواستید، ولی فعلا بیشتر در زمینه طلا سعی میکنم توضیح بدم تو این چند تا برنامه، اطلاعاتی خواستید میتونید برای من پیام بذارید و کامنت کنید، من جواب شما رو میدم یا اینکه برنامه رو در اون زمینه براتون میسازم که اطلاعاتی بیشتری به دست بیارید.